مظفر جان میشه که امینا را به الیاس بدی؟ بله البته میتونم. بسیار تشکر. اسماعیل بچیم خیرت از دی وقت شب موضوعی بسیار مهم برای افسون گپ بزنم. او به شما نگفت که کجا می باشه؟ نه والا من آخرین بار او را صبح دیدم. به شما هم چیز نگفت خانم سلطانه؟ ببینین اگه از افسون کدام خبر گرفتین حتما به ما زنگ بزنین، درست است؟ بسیار مهم است. یک چای می نوشیدی؟ سلطانه باز چی گپ شده بگو بلی از خدا. بیاین براتان میگم. بیاین. او زن حتما چیزی را پنهان میکنه چنگیز. بیادر اگه افسون فرار کرده باشه کم قسم معلوم میشه بسیار بدخود شد. چرا سر او اعتماد کردی؟ ما او را پیدا میکنم چنگیز. اگه لازم شود زیر سنگم میپالم. آقا الیاس قربان چاوم، خدا به دار زدی اما نشد. حالا میخوای خود از گشنگی بکشی؟ تو چه قسم یک آدم هستی؟ خداوند این جان را که برات داده باید قدرش بفهمی، نباید خودکشی میکردی جانم. تو پدر هستی، پدر یک دختر هستی. کل ما درد و رنج داریم اما به این مانا نیست که خودکشی کنیم. اولاد کلان کردن مثل یک شرابات کردن است. مرا ببین، نه اولاد دارم، نه بنیاد دارم، نه شوهر دارم. اگه طفل می داشتم میفهمی که چی میکردم؟ نه مقابل اسرائیل هم استاد میشدم، نمرش مقابله میکردم، میگفتم این کار نکن. تو پدر هستی، پدر. هیچ وقت باید مایوس نشی، باید مقابله کنی. آقا الیاس بس دیگه. حالا دیگه اعصاب ما خراب نکن. دهنت باز کن. آفرین. مجله خورد. مظفر جان تشکر. اگه میخوایی تام بخوانید برو غذایت بخو، ما خو همینجا میباشیم نه؟ اما فهمیدم. البته میرم. ماله من نان میخورم بعدن دوباره میایم. درست است؟ زود پس میایم. درست است. منتظرت زنده باشی جان. وقتتان خوش. دانش پاکو ببی سر کده.